99% فکری که امروز شما در سرتون دارید این فکری دیروزه هست. چی به حیات دیگر نمیشه؟ چی به حیات آدم медленно دیگه شده است، آسته به از حیات بعضی آدما 99% فکری که شما سرتون به امروز هست این فکری دیروزه است. برای همون حیاتتون هم رنگ حیات دیروزه است. اگر که امروز فکری دیروزه باشد، دیروز فکری پریروزه باشد، امسال فکری سال گذشته باشد، حیات تو هم خیلی مانده هم میگیرد. برای همون چیکار کردنتون در کار؟ دائما حیات به دیگرگونی آوردن در کار. برای که حیاتتون دیگر شد، حیات به دائما دیگرگونی آورده استید. اینا چیکار کردن میتید؟ انا فکر نو، دائما فکر نو سرتون به جا کنید. فکر نو پیدا میشد وقتی که شما آدمای از خودتون توانا قطع صحبت میکنید، کتاب بسیار میخونید، کتاب خوانید، بسیار کتاب خوانید، فکرای آدمای بزرگ گوش کنید، خوانید. فکر نفس سرتون با جا کردن گیرید، خودتون آدم دیگرگون شده رفتن میگیرید، یک دم به توانا شده میبرید. شما باید که این چیزا نقص دقت کنید. خلاصه خودتون تربیت کردن گیرید. وقتی که خودتون تربیت کردید، معنی سر شما دیگه شد، چشم شما دیگر چیزها میبینند، گوشتون گوش نمیکنند، گپای نادرکاری، فکرای خام دور شوید. فکرای خام، فکرایی که شما باید یاردم نمیکنند مقصد حیات به آمده رسیدن، گوش نکنید، در کارم نیست، فایده ندارد اون چیزها. من این چیزا نقص دقت کرده گیرید. میخوام که همین درسی که حاضر من گفتم بسیار مردم رعایت کنید. میخوام که همین درسی که حاضر من گفتم تمام خلق تاجیک اینا باید که گوش کنند.